با نام خدای توانا. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید، پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و عزیزانی که در داخل تاجیکستان هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. عزیزانی که تازه با کانال ما آشنا شدید، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و با کانال ما ابونه شوید و زنگوله دومی را برای همیشگی فشار بدهید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. دوستان عزیز، در فرانسه فعلا تعطیل بهاری است. بچه‌ها از مکتب جواب هستند و خواستیم امروز بریم تصمیم گرفتیم که قطعی به کودک‌ها بریم شهر تروز تماشا کنیم و تفریح کنیم، شهر رگوکا کنیم، بریم چند جاهای زیبا دیدنی و جاهای بازی برای کودکان تماشا کنیم و کودکان رو بریم استراحت کنند و با ما باشید. دوستان عزیز، بریم از نزدیک این برنامه را با هم تماشا کنیم. چشم روز چی اومدی یا؟ تماشا برو اومده بیام دریای تغن گگان شهر تونوز، یعنی هم گفتی که شرارش شهر رو تقسیم میکنه، شهر نو و شهر کهنه. امروز ما تصمیم گرفتیم که کودک‌ها یک تماشا بریم بیرون، از اول دریا سر کردیم میریم و یک پیدا طرف سنت شهر یا مرکز شهر بریم. انشاءالله باز باور بگیریم و ما باشه دوستان زود برمیگردیم.
سلام دوستان، ما امروز کودک‌ها را بیرون آوردیم. اینجا شتگیدیم یا پرنده بود یا نونش داد دیگه باور که روی کبوترها همه جمع شده. تا زیبانش خیلی بخدا یه چی شده یه هم درد سحنی دیگه پاکی باقی ما بین شهر داریم. کودک‌ها از اکسکا کنن که بزن گشتیم گفتیم که بیایی اگون یکی عجبی داری که همین پرنده ها بسیار عجب شدن، بسیار آمدن. یک دونه بود چند دونه شد. اینه دیگه پرنده ها قدیم ها حال داره. با ما باشه دوستان، بازم برنامه های ما ادامه داره. خب بچه واسه جان خب که بچه برا پیش کو بدم با باشو بدم. Nereden de kasmadan iki dakika iki tane kadar da yani spontan düşünüyorum. دوستان عزیز، گشت و گذاری ما از پارک یا باغ شروع شد. در باغ رفتیم چند دقیقه فوتبال، چند لحظه فوتبال کردیم و لب دریا رفتیم. از لب دریا اینا میریم طرف مرکز شهر، طرف کپیتال و ببینیم در کپیتال چه چیزا هست برای کودکان برای تماشا یا بازی کردن و برای کودکان خیلی هم جالب و خاطرمان گذاشت. این بار سفری که داشتیم خیلی خوشحال بودن، خیلی دلپسند بود برای اینها و میریم در طرف دیگر، طرف های شهر تولوز و آمدیم به مرکز و اینجا هم یافتیم اینجا یک کاروسل داد برای کودکا و اینجا هم شیشتن در کاروسل و چند لحظه هم در کاروسل از این کاروسل استفاده بردن. خیلی خوشحالم بودن و گمان میکنم که تعطیل بهاریشان خیلی برشان خوب گذشت و پسندشان آمد این به تفریح یا این گشت و گذاری که در شهر تولوز داشتیم. عزیزان، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره گشت و گذاری در شهر تولوز فرانسه در وقتی تعطیل بهاری بچه‌ها. خدا کنه که پسند شما عزیزان قرار بگیرد این برنامه. دوستان عزیز، حمایت از کانال ما را فراموش نسازید. حمایت شما برای ما نیروی تازه میبخشد که برنامه‌های جالب و نو برای شما آماده بسازیم. حمایت شما چی است؟ حمایت شما یک لایک ماندن، کامنت را نوشتن و با دوستان خود به اشتراک یا به پدلیسه کردن این ویدیو. یا وقتی زیادی شما را دوستان عزیز نمیگیرم، شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.